بزرگترین کابوسی که هر یوتیوبری یا بهتر بخوام بگم هر کسی که میخواد بیاد جلوی دوربین داره اینه که جلوی دوربین منقبض میشه، گرفته میشه، رها نیست و مثل یه آدم اتو کشیده کت و شلواری میشه که انگار میخواد بره یه مصاحبه کاری. این دقیقاً مشکل من تازه کار هم هست. به خاطر همین اومدم فکر کردم و دیدم که چه راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه برای اینکه بتونیم از این حالت جلوی دوربین در بیایم و خیلی منقبض و گرفته و اتو کشیده نباشیم. در پی این راهکارها یه سری هم به سراغ رفیق خودمون زدم، رفیق این روزهامون که گاهی وقتا خیلی جوابای خوبی برامون داره و گاهی وقتا هم متاسفانه گیج میزنه. رفتم سراغ چت جی پی تی و ازش پرسیدم که چند تا راهکار عملی و کاربردی بده برای اینکه بتونم جلوی دوربین انقدر منقبض و گرفته نباشم که مخاطب بگه که این دیگه چه جور آدمیه یا فکر کنه که وارد کلاس درس شده. انصافاً هم راهکارهایی که چت جی پی تی عزیز داد راهکارهای مؤثر و کاربردی هست که تو این ویدیو میخوام به اونها بپردازم. اولین راهکاری که در حقیقت داد گفت که اجازه بده گند بزنی و این خیلی مهمه. این که در حقیقت ما بدونیم هیچ شروعی عالی نیست و به خودمون اجازه گند زدن رو بدیم. مثل همین الان که من نشستم جلوی دوربین و ممکنه 1001 سوتی بدم یا همون ویدیوهای قبلی من اگه مراجعه کنید و ببینید میبینید که چقدر توش توپق و سوتی و آب دهن قورت دادن بود اما هیچ کاتی نزدم روش، به خاطر اینکه میدونم من در شروع راهم و دارم تمرین میکنم برای اینکه هر ویدیو نسبت به ویدیوهای قبل یه مرحله یه پله بیام بالاتر و بهتر بشم. بنابراین باید اجازه بدیم که گند نزنیم. یه جمله خیلی مهمی که توی این بخش به من گفت این که بزرگترین دشمن رها بودن اینه که بخوای عالی باشی و واقعا هم تو واقعیت بچه‌ها این اتفاق نمیفته. این که بخوایم همه چیز عالی باشه، همه چیز کامل باشه، نمرمون 20 باشه، این خیلی بعیده که اتفاق بیفته. دو تا مثال براتون میزنم. مثال اولی زمانی که تو بچگی میخواستیم دوچرخه سواری رو یاد بگیریم. ما اولش که سوار دوچرخه شدیم این دوچرخه هامون کمکی داشت و دفعه اولی که این کمکی ها رو هم باز کرد، حالا پدرمون، مادرمون یا هر عزیز دیگه‌ای که اون دوچرخه رو برامون خریده بود، میخوردیم زمین. این یه چیز طبیعی و یه چیز روالی بود تا اینکه یواش 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 دوچرخه سواری رو یاد گرفتیم که موقع دوچرخه سواری نباید زمین رو نگاه کنیم، باید جلومون رو نگاه بکنیم و یواش یواش برامون یه فعالیت جذابی شد. یا یه مثال بزنم از یکی از سلبریتی‌های کشورمون، شهاب حسینی عزیز. شهاب حسینی جدای از این که در بازیگری فوق‌العاده است و در این شکی وجود نداره، در بحث اجرا هم مثلا اگر شما برنامه همرفیقش رو دیده باشید خیلی راحت، خیلی مسلط و خیلی خوب اجرا میکنه. یعنی حقیقت اجرا میکردیم برنامه، الان که دیگه تموم شده. اما یه ویدیویی میدیدم از شهاب حسینی تو اولین اجراش که واقعا دیدم همه آدم ها حتی با استعدادترین هاشون اگر بخوایم در نظر بگیریم در شروع خیلی باگ دارن، خیلی گاف میدن. داره از راه میرسه. ببخشید چی شد؟ از دور بال پروانه ها. و این ویدیو واقعا به من یه اعتماد به نفس فوق‌العاده بیشتری داد که حالا اگر بتونم تو ادیت این ویدیو براتون لحظاتی از اون رو میذارم که ببینید. بریم سراغ راهکار دومی که چت جی پی تی داد و انصافا راهکار درستی بود. راهکار دومش این بود که بحث رکورد امن هستش. رکورد امن یعنی این که اون دکمه رکورد رو بزنی اما با خودت بگی که من میخوام این ویدیو رو اصلا منتشر نکنم، این ویدیو رو واسه دل خودم میگیرم. و یه نکته جالبی که وجود داره، مثلا برای اتفاقی که برای ویدیوهای قبلی من افتاد، من دکمه رکورد رو زدم، اولین باری بود که داشتم اینجوری از خودم ویدیو میگرفتم و گفتم اشکالی نداره ابراهیم، فوقش قراره که گند بزنی، دکمه رکورد رو بزن و بعد بیا جلوی دوربین. و این ویدیو هم همینه، شاید 10 تا ویدیوی دیگه هم همینطوری باشه. یعنی آدم تا راه بیفته، تا موتورش روشن شه، تا استارت بخوره دنده 1 دنده 2 دنده 3 و سرعت بگیره تو مسیر تولید محتوا، باید این رو هی امتحان بکنه که بگه آقا خانوم من این ویدیو رو برای خودم میگیرم، حالا اگر دوست داشتم منتشرش میکنم، دوست نداشتم منتشرش نمیکنم، نمیکشنم که. این دومین راهکارش بود. سومین راهکار
تصویرسازی دوربین به جای رفیقت. ببین وقتی ما این خیلی راهکار دوست داشتنیه، وقتی ما دوربین رو به عنوان یک رفیق صمیمیمون در نظر بگیریم دیگه خیلی از کلمات قلمبه سلمبه و اینجوری نمیدونم نشستن و اینجوری ژست گرفتن و اینا استفاده نمی کنیم. شما وقتی با رفیقت میری بیرون، میری کافه، میری پیاده روی، میگی، میخندی، 4 تا صحبت جدی هم داری، 4 تا چیز تو از اون یاد میگیری، 4 تا چیز اون از تو یاد میگیره و این یه بدبستونیه که به دلتون میشینه چون با هم رفیقی. دوربینم باید حکم همین رفیقه رو داشته باشه. مادامی که ما وقتی میخوایم بیایم جلوی دوربین خیلی بگیم فکر، برنامه ریزی، تمام نمیدونم چیزها همه مشخص، این باعث معذب شدن ما جلوی دوربین میشه. ولی وقتی بگیم دوربین رفیقمونه، داداش داریم با هم رفاقتونه صحبت میکنیم، من با شما این مخاطبم که هر تعدادی باشید، حالا چرا لاتیش کردم نمیدونم، هر تعدادی باشید عشق میکنم باهاتون، دارم خودمونی صادقانه و رو راست صحبت میکنم. حالا این صحبت من ممکنه به دل 10 نفر بشینه، به دل 100 نفر نشینه. آدما تو انتخابشون آزادن. بریم سراغ راهکار 4. راهکار 4 هم واقعا راهکار مؤثریه. گرم کردن خودمون قبل ضبط. یه بدن منقبض از یه ذهن منقبض میاد. یعنی وقتی ذهن ما در حقیقت بسته است، گرفته است، دچار نشخوار فکری یا هر مسئله اینچنینی دیگه، این به بدنمون هم ناخواسته منتقل میشه. مثلا خود من که الان هنرجوی تئاتر هستم، هنرجوی کارگردانی تئاتر، تو تئاتر 1 ماه، 2 ماه، 6 ماه، 9 ماه گروه تمرین میکنه تا بتونه یه پروسه رو ببره روی صحنه، یک کاری رو در حقیقت جلوی مخاطب اجرا بکنه. و تو فرایند هر تمرین ما اول تمرین بیان رو داریم و تمرین بدن رو داریم، یعنی بدنهامون رو گرم میکنیم و بعد هم بیانمون رو گرم میکنیم با اون تمرینات بیان. اینا خیلی خوبه که ما قبل از ویدیو ضبط کردن هم انجامش بدیم. قبل از اینکه بیایم جلوی دوربین در واقع صدامون رو گرم بکنیم، بدنمون رو گرم بکنیم. و حتی یه نکته جالبی که باز چت جی پی تی گفت من اینجا نوشتم اینه که قبل اینکه بیای جلوی دوربین 3 بار حتی مصنوعی ولی بلند بخند. مثلا یه همچین حالتی 3 بار قبل از اینکه بیای حتی شده مصنوعی ولی بلند بخند. این باعث میشه که تو رها بشی. یا یه نکته یادم افتاد از سریال ساختمان پزشکان که یک مراجع در حقیقت خجالتی اومده بود و تهش اینجوری میرفت بیرون وقتی اون خجالتش برطرف شده بود، میگفت من خجالت نمیکشم، من خجالت نمیکشم. من خجالت نمیکشم. بیار بالا صدا رو. هی این تمرینا باعث میشه آدم بیاد بالا، آدم هایتر بشه و از اون فرایند انقباضی که فکر میکنیم خیلی دنیا خبریه فاصله بگیریم. راهکار 5 که در حقیقت راهکار یکی مونده با آخر چت جی پی تی بود اینه که وقتی میخوای بیای جلوی دوربین نمیخواد یه سناریوی کامل بنویسی خط به خط، نمیخواد که بری سر کلاس دانشگاه کنفرانس بدی، که تو قراره که چند تا کلمه کلیدی داشته باشی. مثل همین الان که بچه‌ها من چند تا کلمه کلیدی رو تو این دفترچه خودم نوشتم و نگاه میکنم، اون نکاتش یادم میاد، اون سرتیتراژ و بقیه‌اش رو دیگه با اون چیزایی که تو ذهنمه میرم جلو. قرار نیست جمله به جمله بنویسم یا هی ویدیو رو قطع بکنم برم حالا مرحله بعدی سناریو چی بود، حالا پلان بعدی چی بود. دقیقاً چیزهایی که میتونه باعث منقبض شدن آدم باشه این که بخواد مثل دوران مدرسه و دانشگاه هر جمله رو حفظ کنه، بیاد اون جمله رو جلوی دوربین بگه، در صورتی که نیازی به این نیست. شما چند تا کلمه کلیدی تو ذهنت داری، چند تا سرتیتر تو ذهنت داری، میای همونا رو جلوی دوربین حالا راجع به هر موضوعی که هست راجبش صحبت میکنی. اما مورد آخر یا مورد 6 این بود که به من گفت همیشه به خودت یادآوری کن که یوتیوب یا اینستاگرام در حقیقت کلاس درس نیست. همون چیزی که تو خلال این صحبت‌ها هم چند بار بهش اشاره کردن، یعنی اینکه مخاطب تو نیومده یه نسخه کت و شلواری یا اتو کشیده از تو رو ببینه. مخاطب تو اومده حرفای تو رو صادقانه، شفاف و درست بشنوه. همون چیزی که رسالت کانال نمره 17 هم هست، یعنی دور بودن از ادایی بودن، دور بودن از اینکه بخوایم کمالگرایی منفی داشته باشیم، دور بودن از اینکه بخوایم خیلی قیف و قپی بیایم و این اداها رو در بیاریم. یه جمله فوق‌العاده‌ام تو این مورد به من گفت که من از رو براتون میخونم. میگفتش که
هر موقع اومدی جلوی دوربین بگو من الان دارم با دوستام حرف میزنم، نه با داورای المپیاد. واقعا هم این چه لذت زیبایی و یک لذت فراوانی بچه‌ها با آدم میده. یعنی اگر من یا شمایی که میاد جلوی دوربین این تصور رو داشته باشید که یه جمعی هستیم ما، حالا 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر نشستیم مثلا دور یه آتیش یا توی کافه یا نمیدونم در حین سفر توی اتوبوس و داریم هر کدوم چند دقیقه صحبت میکنیم راجع به مسائل مختلف. این باعث میشه خیلی راحت تر باشیم، خیلی بیشتر کنار هم کیف بکنیم، خیلی حالمون کنار هم بهتر باشه تا اینکه هر کسی بلند شه شبیه انشا یه چیزی رو بخونه و بعد بگیره بشینه. بعدم یه جمع‌بندی به من ارائه داد، گفتش که راهکار اصلی، راهکار مهم اینه که تو به خودت فشار نیاری. یعنی وقتی میخوای بیای جلوی دوربین قراره یه سری آمادگی‌هایی داشته باشی، اما قرار نیست اون فشارها باعث بشه که تو خیلی منقبض و فشرده و گرفته و از این داستانا بشی. بعد اینکه خراب کردن رو بپذیری که قراره گند بزنی و این گند زدن جزئی از وجود آدمیزاده، از زمانی که به دنیا میاد مای بیبی داره تا زمانی که میخواد از این دنیا بره. این گند زدنه جزئی لاینفک وجود آدمیزاده. این کلمه خیلی سخت رو گفتم ولی دوستش داشتم این کلمه رو. مورد بعدی همون رکورد امر رو امتحان کردن است، یعنی اینکه بیای رکورد کنی و بگی اگه گند زدم، اگه خوب نبود، اگه دوستش نداشتم منتشرش نمی‌کنم. آقای خودمم، سالار خودمم، کار مال خودمه، دوست داشتم با یه عده‌ای به اشتراک می‌ذارم، دوست داشتم پاکش می‌کنم. ویدیوی بعدی، مورد بعدی هم این بود که دوربین رو به عنوان رفیقت بدونی و وقتی به عنوان رفیق رو دوربینت حساب بکنی خیلی از هم مشکلات حل میشه. اون در حقیقت گرم کردن بدن بیان و توکل کردن بر خدا، چون اون بالایی واقعا کمکمون میکنه اگر که ازش کمک بخوایم و یک آرامشی بهمون میده که جلوی دوربین بتونیم، یا که جلوی دوربین تو تمام لحظه های زندگی بتونیم انشالله بدون جانماز آب کشیدن بهتر عمل کنیم. و اینکه به جای یک سناریوی خیلی فشرده یا یک سناریوی خیلی دقیق و پلان بندی شده چند تا کلمه کلیدی واسه اومدن جلوی دوربین داشته باشیم. و در آخر هم میخوام این دفترچه‌مو بذارم کنار با اجازهتون و یه چند تا نکته دلی رو بگم. یکی این که خیلی خوشحال میشم اگر که تا اینجای ویدیو رو دنبال کردید کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله مبارک رو بزنید و اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک بکنید و ویدیوهای قبلی و ویدیوهای بعدی هم که انشالله منتشر میشه قدم به دیده منت بگذارید و ببینید. و اینکه اگر راهکاری دارید، راهکارهای دیگه‌ای دارید برای منقبض نبودن جلوی دوربین، برای رها بودن، برای گرفته نبودن، اونها رو با هم به اشتراک بگذارید، کامنت بگذارید. تو ویدیوهای قبلی گفتم، تو این ویدیو میگم، تو ویدیوهای بعدی هم خواهم گفت، هدف من از زدن این کانال صرفاً این نیست که بشینم جلوی دوربین و به صورت منفرد میگن، یه نفری میگن، واحد میگن، صحبت بکنم. دلم میخواد بعد از یک مدت یک کامیونیتی، یک جمعی بشیم تو شهرهای مختلف. مثلا اگر پایلوتش رو بگذاریم تهران، 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر و بعد شهرهای دیگه، یک مثلا به صورت ماهانه یک جمعی بنشینیم و راجع به زندگی قشنگترین و ساده ترین و صمیمی ترین حرفا رو بزنیم. چرا که در زمانه ما بسیار زیاد احتیاج داریم به این کنار هم بودنه، به این با هم حرف زدنه و به این درد و دل کردنه تا بتونیم اون مسیر رشدمون رو، اون مسیر آرامشمون رو، اون مسیر درست زندگیمون رو از تجربیات همدیگه بهتر پیدا بکنیم. شب و روزگارتون خوش باشه، در پناه خدا باشید. خدا حافظ شما.